از پوریای 27 ساله به پوریای 28 ساله. سلام، خوشحالم یه سال دیگه بزرگتر شدی، یه سال دیگه تجربه جمع کردی، یه سال دیگه فهمیدی که چقدر میتونی از پس مشکلات بر بیای. میدونم این روزا فشار زیادی رو ذهنت هست، میدونم بعضی شبا با خستگی میخوابی، بعضی شبا با تردید بیدار میشی. فقط خواستم ازت تشکر کنم بابت حل کردن خیلی چیزایی که فکر میکردی یه زمانی حل نمیشن، بابت قدمای کوچیکی که هیچ کس ندید اما تو رو جلو برد. پوریا، امسال باید خیلی فهمیده تر بشی. امسال باید تلاشت رو چندین برابر کنی، پیگیریات رو چندین برابر کنی. باید هر آموزشی که میبینی عمل کنی. باید یکمی جدی‌تر، هوشمندانه‌تر و یکمی شجاع‌تر جلو بری. پوریا، کودک درون تو هنوز کاملا زنده است، هنوز امید داره، هنوز رویا داره، هنوز میخواد زندگی رو قشنگ‌تر تجربه کنه. بیشتر مراقبش باز، نذار تو سختی ها زندگی ساکتش کنه. پوریا، میبینی چقدر زمان زود گذشت، هنوز همین دیروز بود 27 سالگی تموم شد. انگار همین دیروز بود که گفتی از امسال شروع میکنم. این یعنی یک فرصت تازه، یه فصل تازه، یه شانس جدید برای ساختن چیزایی که همیشه میخواستی. امسال قراره بهتر بشی، آرومتر، قویتر، عاقلانه‌تر. امسال قراره خودتو بیشتر دوست داشته باشی، کمتر مقایسه کنی، بیشتر باور کنی، کمتر تردید داشته باشی، بیشتر حرکت کنی. روی خودت قول بده که امسال رو از دست ندی. خودت قول بده که برای آینده‌ای که میخوای جدی‌تر قدم برداری، نه برای اثباتش به دیگران،